درباره رویدادهای بزرگ. جزیره است در دریا نه چندان دور از جزیره شادکامان زرتشت که بر آن کوه آتشفشانی پیوسته دود می کند. مردم و به ویژه پیرزنان مردم میگویند که جزیره مانند تخت سنگی است نهاده بر دروازه عالم ارواح و اما از میان کوه آتشفشان راه باریکی به پایین می رود که به این دروازه عالم ارواح می رسد. و اما همان زمان که زرتشت در جزایر شادکامان به سر می برد چنان افتاد که کشتی بر کرانه جزیره‌ای که کوه دودزا در آن بود لنگر انداخت و سرنشینانش برای شکار خرگوش پیاده شدند. اما نزدیک ساعت نیمروز که ناخدا و کسانش باز گرد هم آمدند، ناگهان مردی را دیدند که از هوا به سوی ایشان می آمد و صدایی به روشنی می گفت وقت است، وقت. اما چنان چهره به ایشان نزدیک شد، همچون سایه‌ای تند از ایشان دور شد و به سوی آتشفشان پرواز کرد. و ایشان با شگفتی بسیار شناختند که او زرتشت است، زیرا همگان او را پیش از آن دیده بودند مگر ناخدا و او را دوست می داشتند، چنان که مردم دوست می دارند، یعنی با مهر آمیخته به حرمت و ترس. سکاندار پیر گفت بنگرید، زرتشت است که به دوزخ می رود. همان زمان که این دریانوردان پای به جزیره آتشفشان نهاده بودند، بر زبانها افتاده بود که زرتشت ناپدید شده است و چون از دوستانش پرسیده بودند آنان گفته بودند که او شبانه به کشتی نشسته بی آن که بگوید به کجا رهسپار است. بدین سان هنگامه‌ای برپا شد و پس از 3 روز داستان دریانوردان نیز بر این هنگامه افزوده شد و آنگاه مردم همه گفتند که شیطان زرتشت را برده است. شاگردانش البته بر این گفته خندیدند تا بدانجا که یکی از ایشان گفت بیشتر باور دارم که زرتشت شیطان را برده باشد، اما در ته دل همه آکنده از نگرانی و اشتیاق بودند. از این رو چون زرتشت در 5مین روز در میانشان پدیدار شد، شادی بزرگی به آنان دست داد. و این است داستان گفتگوی زرتشت با سگاتش. او گفت زمین پوستی دارد و این پوست بیماری هایی، از جمله یکی از این بیماری ها انسان نام دارد و نام یکی دیگر از این بیماری ها سگاتش است که آدمیان درباره او دروغ ها گفتند و شنیدند. برای راه بردن به بن این راز از فراز دریا گذشتم و حقیقت را عریان دیدم، به راستی سراپا عریان. اکنون میدانم آنچه را که درباره سگاتش باید دانست و نیز درباره ابلیس های سرنگونگر و براندازنده‌ای که تنها پیرزنان نیستند که از آنان هراسانند. فریاد زدم برا سگاتش از ژرفنایت برا و برگو که این ژرفنا چه مایه ژرف است. آنچه برون می قری از کجا می آید؟ تو از دریا فراوان می نوشی و گشاد زبانی تلخت گویای آن است همانا سگ ژرفنایی چون تو چه بسیار از سطح می چرد. من اما دست بالا تو را شکمگوی زمین می انگارم و هرگاه که سخن ابلیس های سرنگونگر و براندازنده را شنیدم، آنان را چون تو دیدم، تلخ، دروغگو، سطحی.
شما فن قریدن و هوا را با خاکستر تیره و تار کردن را می دانید. شما بهترین لاف زنانید و فن ساختن گلولای گداخته را خوب می دانید. آنجا که شما باشید همیشه باید به پیرامونش گلولای باشد و بسا چیزهای میان تهی پوک و فشرده که خواهان آزادی اند. شما همگان قریدن برای آزادی را از همه بیش دوست می دارید، اما من بی ایمان شدم به رویدادهای بزرگی که پیرامونشان غرش و دود فراوان باشد. باور کن رفیق دوزخی، هیاهو رویدادهای بزرگ نه پربانک ترین که خاموش ترین ساعتهای مایند. جهان نگرد پای گذاران هیاهوهای نو که گرد پای گذاران ارزشهای نو می گردد با گردشی بی صدا. بگو که چون هیاهو و دود تو فرو نشیند همیشه چیزی چندان روی نداده است، چه باک اگر که شهری مومیایی شود و تندیسی در گل افتد. و این سخن را با سرنگونگران تندیس ها می گویم. نمک در دریا ریختن و تندیس در گل افکندن بیگمان بزرگترین ابلهی است. تندیس در گل خارداشت شما می افتد، اما قانون آن همان آیین است که زندگی و زیبایی زنده آن دیگر بار از درون خارداشت سر بر می کشد. او دیگر بار بر می خیزد با چهره‌ای خدایی تر و از رنج کشیدگی فریباتر و به راستی از این که سرنگونش کرده اید شما را سپاس خواهد گفت، شما سرنگونگران را. و اما این است اندرز من به امیران، کلیساها و هر آنچه به ضعف سالمندی و فضیلت دچار آمده است. بگذار سرنگون شوی تا دیگر بار به زندگی بازگردی و فضیلت تو به تو بازگردد. اینسان در برابر سگاتش سخن می گفتم که توش روی سخنم را برید و پرسید کلیسا این دیگر چیست؟ پاسخ گفتم کلیسا نیز گونه دولت است و به راستی دروغگوترینشان است. اما خاموش ای سگ ریاکار، تو بیگمان هم نوع خود را بهتر می شناسی. دولت نیز چون تو سگیست ریاکار، او نیز چون تو با غرش و دود سخن گفتن را دوست دارد تا آنکه چون تو به دیگران بباوراند که صدایش از بطن هستی برمی آید. زیرا می خواهد بی کم و کاست سترگ ترین جانور روی زمین باشد، یعنی دولت، و مردم نیز باور کردند. چون این بگفتم سگاتش چنان رفتاری کرد که گفتی از رشک دیوانه شده است. فریاد زد چه گفتی؟ سترگترین جانور روی زمین و مردم نیز باور کردند؟ و چنان بخار و صداهای هولناکی از گلویش برآمد که پنداشتم از خشم و رشک خفه خواهد شد. سرانجام آرامتر شد و دم زدنهای تندش فروکش کرد. چون خاموش شد به خنده با او گفتم برافروخته ای سگاتش، پس درباره تو حق با من بود و برای آن که بیش از این حق با من باشد از آن سگاتش دیگر بشنو که به راستی از درون دل زمین سخن میگوید. دمش زر باز میدمد و باران زرین، دلش چنین میخواهد. او را با خاکستر و دود و گل گداخته چه کار؟ خنده از درونش چون ابری رنگین پر می کشد. او از قلقل و قی و شکم قراهای تو بیزار است. و اما زر و خنده را از دل زمین بر می گیرد، زیرا بدان که دل زمین از زر است.
چون سگاتش از اینها آگاه شد، دیگر تاب گوش دادن به مرا نداشت و شرمنده دم لای پا کشید و نالان زوزه‌ای کرد و به غار خود فرو خزید. چون این حکایت کرد زرتشت، اما شاگردانش چندان به او گوش نمی دادند، زیرا سخت شوق آن داشتند که با او از دریانوردان و خرگوشان و مرد پرنده حکایت کنند. زرتشت گفت چه بگویم؟ یعنی من یک شبحم، باری او باید سایه من بوده باشد. لابد چیزی درباره آواره و سایه‌اش شنیده اید. باری بیش از این باید عنانش را داشته باشم، وگرنه رسوایم خواهد کرد. و زرتشت باز سری جنباند و به حیرت فرو رفت. دوباره گفت چرا شبح فریاد زد وقت است؟ وقت؟ چرا آخر؟ وقت چیست؟ چنین گفت زرتشت.